سلام. خب بالاخره همستر هم توی صرافی ها لیست شد و اما تو این برنامه میخوایم بگیم الان باید چی کار کنیم. بریم ببینیم تو مارکت چه خبره. خب دوباره یه چهارشنبه دیگه ما در خدمت شما هستیم با پادکست هفتگی چین پاد. این هفته میخوایم در رابطه با لیست شدن همستر کلی صحبت کنیم، اینی که کجاها لیست شد و الان باید چی کار بکنیم. اما قبل از اینکه این برنامه شروع بشه، جهت دریافت لیست بهترین جایگزین‌های همستر که حتی میتونن سود بیشتری از همستر هم بدن و قرار توی صرافی لیست بشن، میتونید کلمه جایگزین رو زیر این پادکست توی اینستاگرام کامنت کنید. اتفاقی که افتاد این هست که صرافی کوکوین اعلام کرد امروز همستر رو توی پری مارکت خودش لانچ میکنه. یعنی چی؟ یعنی پیش فروش همستر رو یه جورایی استارتش رو میزنه. در جریان باشید پری مارکت به معنای لیست شدن قطعی نیستش، اما خیلی ها سورپرایز شدن و توقع نداشتن که قیمت همستر این باشه. اما ما باز باید صبر بکنیم و منتظر بشیم که کلا همستر توی چند تا صرافی لیست بشه و قیمت اصلیش در بیاد. پس تا اون موقع لازمه چند تا کار انجام بدیم. اولیش این که همستر خودمون رو وصل کنیم به ولت تونکیپر که آموزش 2 دقیقه‌ایش رو پیج اینستاگرام و یوتیوبمون کامل دادیم. و بعد از اینکه همستر رو به کیف پول خودمون وصل کردیم، باید منتظر تاریخ لانچ همستر باشیم که احتمالاً 7 یا 8 تیر ماه هست. اون موقع میتونیم همسترامون رو بیاریم روی ولت تونکیپرمون، یعنی جابجا بکنیم یا برداشت رو انجام بدیم. و بعد از اون 2 راه داریم، یا توی صرافی ایرانی یا توی صرافی خارجی بخوایم همسترهای خودمون رو بفروشیم. اگر میخواین از صرافی ایرانی استفاده کنین که به عنوان اولین صرافی ایرانی میخواد همستر رو لیست کنه، میتونید عدد 2 رو زیر این ویدیو داخل اینستاگرام کامنت کنید تا لینک و آموزشش براتون بیاد. اما اگر میخواین توی صرافی‌های بین‌المللی این کار رو انجام بدید، میتونید کلمه صرافی رو زیر این پادکست داخل اینستاگرام کامنت کنید تا اطلاعات بهترین صرافی بین‌المللی که میتونیم همستر رو داخلش بفروشیم براتون ارسال بشه. شایان به ذکر اونایی که میخوان همسترشون رو به تومن تبدیل کنن و تو حساب بانکیشون بیارن، بهتر از صرافی ایرانی استفاده کنن و همون عدد 2 رو کامنت کنن. خب این پادکست هم تموم شد. اگه براتون مفید بود اون رو لایک کنید، حتما سیو کنید و برای دوستای همستریتون بفرستید تا توی 2-3 هفته آینده حتما این کارا رو بکنن و بتونن همسترشون رو به پول تبدیل کنن. بریم ببینیم تو مارکت چه خبره.